سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدید به لایف ترید. گفتن نمیتونیم بخاطر که ما پوزیشن های خود اد کرده بودم و تارگت چیزای خود گرفتیم و یک ریویو براتون میکنیم که چه رقم رو ترید گرفته بودم و چی به چی شد. متاسفانه کمی کار داشتم و ترید خود گرفته بودم و نتونستم برای شما ویدیو بگیرم. پس امروز خلاص براتون تشریح میکنم که چه رقم پوزیشن باز کردم، چه رقم تی پی گرفتم، چه رقم درست چه رقم به اتمام رسید. پس امروز کلا حالا براتون کلا سناریو رو تشریح میکنم که چرا بایر بودم، چرا سلاش شدم. پس ما در این نواحی قرار داشتیم. این کانال نیویورک است، اوپنینگش هست و ما طبق معمول تارگت ما تو اینمی ناحیه بود، به خاطر که اگر ما بریم یک کمی زوم اوت کنیم در این نواحی چیسته. این در این نواحی یک بریکر خیلی خطرناک است، به خاطر که یک هفته اینجا آمد چی شد، یک هفته کاملا بسته شد، آل تایم های باز پایین آمد و اینجا تقریبا اگر شما ببینید ریاکشن های داشتیم در این نواحی. این یک بریکر خیلی خطرناک برای ما بود و بله، و همچنان در این نواحی یعنی کلوزینگ روزی ما بود باشه اینجا. پس ما احتمال میدادیم که مارکت یک بار تا بالا بیاید و اینمی های را هم یک بار بگیره بعد از بریزه. پس طبق معمول در کانال 5 دقیقه‌ای ما منتظر هانت یا شفت کردن اینی نواحی بودم و یا شفت کردن این نواحی. هر کدامش که ما هانت میکرد ما طبق معمول وارد نموز طرف میشدم. پس اینی های ما را هانت کرد و برای تارگت گرفتن دو ما وارد پوزیشن شدم، بخاطر که ما در اوپنینگ یک تارگت خیلی گزاف رو نمیتونیم گرفته، بخاطر که شدت است، یعنی مارکت خیلی به شدت تا بالا میشه و گرفتن استاپ لاس خیلی زیاد باشه. پس در این نواحی ما آمدیم و در یک دقیقه ما وارد پوزیشن شدم اینجا و طبق معمول در کندل اول توی پی 2 مرا داد و ما در اینجا پارشل گرفتم و ریسک فری کردم. بعد از او مارکت متاسفانه آمد چی مرا زد، ریسک فری مرا زد و بعد از بالا رفت تقریبا تا تی پی 4 رفته بود ولی ما را کشیده بود. پس وقتی که مارکت پایین آمد ما در اینمی کندل وارد پوزیشن شدم و آمد تقریبا استاپ لاس ما رو تاچ نکرد دیگه. تقریبا من مطمئن بودم، اصلا گپ مطمئن دی بازار نیست، ولی احتمال خیلی زیاد میدادم که در این اوردر بلاک پس ریجکت میشه و همون گونه آمد وارد اوردر بلاک شد و بعد از ریخت تقریبا آربار 4 به ما داد اینمی پوزیشن تا اینجا آربار 4 داد. بعد از اون مارکت خیلی ریزش خطرناک داشت تا اینجا و وقتی که پول بک زد تا اینوی و وقتی پس اینی یعنی سلرا را پس در اینجا وارد کردن و در اینجا اگر فیبوناچی ما بندازیم یک نواحی خیلی خوب شده میتونه، یک نواحی 50% است و آمد. بله دوستای عزیز، ما اینجا شفت اف دایرکشن دیدم در این نواحی و بعد از او یک کمی منتظر شدم تا مارکت در این ساحه یک ریاکشن داشته باشه و یک دو کندل سفید در اینجا داشتیم و بعد از ما مجدد در اینجا وارد پوزیشن شدم و استاپ لاس خودم در بالای این بریکر ماندم و در اینجا هم آربار 2 را گرفتم و بعد از او مارکت بسته کردم و اینمی روز ما بود و به اتمام رسید. بله دوستای عزیز، اینی در MT5 شما ببینید که در ما بود اینجا وارد پوزیشن بایر شدم. من چرا بیارم اینجا وارد پوزیشن بایر شدم تا اینجا آمد. پس اینجا ما اینجا تقریبا پارشل گرفتم و نمیفهم چه رقمی کتابش هست. ما پارشل گرفتم، بعد از او ما فکر کنم اینجا پارشل گرفتم، اینجا ریسک فری مرا ندادم، چون اینجا ما برون پوزیشن شدم بخیر نمیتونی شده پارشل. ما اگه پارشل گرفتم بعد از او دقیق نمیدونم چه شد. خب بازار از اینجا ما اینجا کشتیم. پس بعد از اینجا وارد پوزیشن شدم و ریخت بالا اینجا، بعد از اون مجدد اینجا وارد پوزیشن شدم و اینجا ریخت. اینمی بود روز ما به اتمام رسید و سلام و نه هر کس گرفت. تا تریدای دیگه خدا نگهدارتان.